تماشاگران عزیز، هموطنان نهاد گرامی، دوباره بنده را از این دریچه از طریق کانال‌های شبکه آزادی که تماشا میکنید خوشحال هستم که با حضور شما قرار گرفتیم. میخوایم در برنامه کوتاه مختصر در مورد شبکه آزادی و همکاران ما صحبت بکنم. جا داره که بیش از 7 ماست که ما کار میکنیم با همکاران ما، اتاق فکری داریم از آن ما که در قسمت این برنامه ها و همچنین شبکه همکاری میکنن. فعلا کار دشوار است، مسیر طولانی است، مگر هوسمند باید باشیم. همچون که مبارزه یک روزه و 2 روزه نیست. مبارزه میتونه سالیان سال بگیره تا وقتی که انسان به مقصد و منزلش برسه. یعنی از هر گزینه‌ای که بهش استفاده بکنه باید انسان استفاده بکنه. در اینجا نمیشه که آدم بگه والا من خواب هستم، خسته هستم، درد دارم و نمیتونم. نخیر، ای را کمر انسان بسته کنه و به پیش بره. خب شما که میدانید یکی از بهترین مبارزه که تاثیر بیشتر حتی از مرمی و تفنگ داره جنگ سرد است، تبلیغات است. تبلیغات واقعی، البته نه تبلیغات دروغ که جنایتکارا و دشمنان سرزمین ما امروز که اکانت های بیشتر از سوشال میدیا به نام چهره‌های مطرح تاجیک باز کردن، به نام جبهات مقاومت باز کردن و مثلا در شبکه‌هایی که امروز از ایناست پشتیبانی میکنن. اونا تبلیغات منفی است، تبلیغات دروغ است، تبلیغات جنایتکارانه هستند که میخواین به سرنوشت مردم افغانستان بازی بکنن به خاطر منفعت خودشان، به خاطر که بتونن قدرت خود حفظ بکنن در جغرافیای بنام افغانستان. خب شبکه جهانی آزادی از وقتی که بنیانگذاری شده، بنیانگذارش بنده هست و بله، ما در این شبکه اتاق فکری داریم. همکاران ما هست، بزرگان ما هست، خواهران ما هست، برادران ما هست که واقعا بسیار زحمت کشیدن و زحمت میکشن. این تنها یک نفر نیست، تنها یک شخص نیست. ما یک گروه مکمل هستیم، آیسته و پیش میریم و مرام مقصد ما یا این شبکه را به خاطر برنامه انداختیم که ما بتانیم 3 حوزه تمدنی فارسی زبان‌ها را به هم وصل بسازیم با مو 3 بیرق. وقتی که در مورد بیرق افغانستان می، البته بیرق ما بیرق مقاومت است و با سرود ملی 3 حوزه تمدنی فارسی زبان‌ها ما 2 لوگوی مختلف داریم. لوگوی برنامه سیاسی ما که در اون نقشه افغانستان و بیرق مقاومت است با عکس کوروش کبیر و احمد شاه مسعود شهید. در قسمت برنامه‌های فرهنگی، هنری و تاریخی ما یا اجتماعی ما لوگوی مختلفی را داریم که در اوجه عکس همچون کوروش کبیر است، احمد شاه مسعود شهید است، اسماعیل سامانی است و جناب عالی امام علی رحمان است. برنامه ما را ما آیسته پیش میبرم. تقاضای بیشتر شده از ما، خصوصا دختر جوانهایی که خوش دارن شهرت پیدا بکنن، تماس گرفتن از هر طریقی که پیمانی بودجه شما همچنین برای ما پول چقدر میدن. ما گفتم ببینین فعلا ما تصمیم پذیر نداریم که برای کسی بودجه یا پول یا ماوره برای زن ما بدیم. ما ضرورت به شخصیت‌ها، جوان‌ها، انسان‌های پرکار و آرمانگرا داریم. دیگه از میشه آغاز کردیم، ما در این را ادامه میدیم. راه ما یا این تلویزیون آزادی که هویدا هست، از لوگوش، از نامش، به خاطر آرمان و مکتب قهرمان ملی احمد شاه مسعود شهید و استاد شهید جناب داود شهید، سایر شهیدان دیگه، حتی آرمان ای بزرگای ما، آرمان میلیون ها انسان از سرزمین بوده، آرمان پدران ما بوده، مثل پدر بزرگوار خودم.
که برایش افتخار میکنم که امروز من فرزندش هستم و خون پدر بزرگم و این مبارز بزرگ برگای من جریان داره. با مو خاطر است که هزار گزینه که ما بدانیم استفاده بکنیم دریغ نمی کنیم. ما را همراهی بکنین، چینل ما را سابسکرایب بکنین. ما تنها از طریق سوشل میدیا کم کم به خاطر که مردم آگاهی پیدا کنن یا بدانن که یک چینل هست پروموت میکنیم یا از طریق یوتیوب چینل ما از یک پلتفرم بزرگ برنامه خود به خیر به نشر میرسانیم. ما را لطفاً همراهی بکنین. ممنون شما. با امید پیروزی مقاومتگران. زنده باد افغانستان، زنده باد سپاهیان احمدشاه مسعود قهرمان ملی. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.